ایدراپ جدید نات کوین که 25 روز دیگه لیست میشه و قیمت هر یک توکنش 64 سنت معادل 50,000 تومان هست. درود فراوان به مخاطبای گل کانال کوین تیوی. من آریا هستم و قرار پروژه جدید نات کوین رو معرفی کنم که 25 روز دیگه لیست میشه. ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید و اگر دوست داشتید کانال خودتون رو سابسکرایب کنید. این ایدراپ از معتبر بودن نمره 10 رو گرفته و توسط تلگرام، نات کوین و غیره تایید و حمایت شده و قرار 25 روز دیگه لیست بشه و قیمت هر توکنش 64 سنت معادل 50,000 تومان هست و چیز خاصی نداره این ایدراپ. فقط کافیه 20 دقیقه وقت بذاری، مثل داکس و پاوز هست، وقت زیادی ازت نمیگیره. قسمت اول قسمت تسکا هست که 2 تا تسک اولی پولی هن که خودم الان انجامشون نمیدم، صبر میکنم اگر تیکابیشو گرفت چند روز دیگه که احتمال زیادم میگیره تسکاشو انجام میدم، تسکای پولیشو، و تسکای رایگانشو الان انجام بدید. گفتم این از نظر من این کارو میکنم، پیشنهاد من اینه صبر کنید تیکابیشو که گرفت 2 تا تسک پولیشو انجام بدید، تسکای رایگانشو همین الان انجام بدید. اینا تسکای رایگانشن. قسمت دومی که میگه تایمرشه که 25 روز دیگه لیست میشه، روز کریسمس که وارد سال 2025 میشیم. اگر ایدراپ میجر رو داشته باشید، مثلا بعضیا 2 میلیون توکن میجر داشتن و در آخر رو هم جمع شدن شاید مثلا 10 تا توکن بهش داد. این ایدراپ هم همون جوریه، طبق این معیارا که اگه هرچی معیار بیشتری داشته باشید توکن بیشتری به دست میارید. معیار اولی که الان جلوتر توضیح میدم براتون. معیار دومی باید این تسکا رو انجام بدید. معیار سومی که تسکی تون میخواد انجام بدید. تسک چهارمی هم باز همینجور، تسکی که استارز میخواد انجام بدید. یا اگر میخواید این 2 تا تسک انجام بدید، پیشنهاد من اینه صبر کنید تا تیکابیشو بگیره. معیار پنجم معیار فرنده که هرچی فرند بیشتری داشته باشید توکنی بیشتری میده. این معیار روی پنجمی است، یعنی اگه شما بیاید تسکاش انجام بدید توکنی بیشتری میگیرید تا فرند بگیرید. خودش الان اینجوری گفته. تسک ششمی که میگه تمام تسکا رو انجام بدید، این قسمت دوباره تسک معیار آخری هم که باید تسکای کامل تسکاشو انجام بدید. قسمت بعدی این قسمته. ببینید این معیار گزینه اولی که گفتم جلوتر بهتون توضیح میدم. این قسمت هم نیاز به استارز داره. ببینید نیاز به استارز داره و اگر میخواید این قسمت رو مثلا شروع کنید یا استارز بدید، اگر تیگابیشو گرفت حتما بدید. خودم این کارو میکنم، استارز میدم. و اگر تیگابیشو نگرفت تسکای رایگانش انجام بدید. حالا اگر دوست داشتید بیاید این کارو انجام بدید، من اصلا پیشنهاد نمیکنم. دوباره اینجا میتونید تسکا رو انجام بدید. اینجا مثلا عضو کانالشون بشید که 25 توکن بهتون میده. بازم میگم این توکن اصلا ارزشی نداره. در آخر طبق فعالیت، طبق فرندات، طبق تسکای پولی یه توکنی بهت میده که قیمتش 64 سنت معادل 50,000 تومان است. شاید مثلا در آخر 1000 توکن بهت داد که میشه تقریبا 600 دلار اگه اشتباه نکنم، من ریاضیم ضعیفه. خب قسمت بعدی قسمت فرنده که شما میتونید دوستانتون به بازی دعوت کنید و به ازای هر دوستی که تلگرامش معمولی باشه 10 توکن بهتون میده و اگر تلگرامش پریمیوم باشه 20 توکن به شما میده و درصدی به شما نمیده. و اگر دوستتون با لینک دعوت وارد این ایدراپ بشه 5 توکن از طرف کسی که لینک رو برای شما میفرسته داده میشه. قسمت بعدی قسمت لیدربورده که اصلا لیدربورد هیچ تاثیر روی معیار ایدراپ نداره، که اینجا میتونید با استارز لیدرتون رو ببرید بالا که اصلا چیز بی ارزشیه. حالا چه نفر اول باشید چه نفر 1000 باشید هیچ تأثیری نداره. این قسمت رو بیخیال باشید. این ایدراپ چیز خاصی نداره. بازم میگم صبر کنید. اگر میخواید تسکای پولیش انجام بدید صبر کنید. اگر تیگابیشو گرفت بعد انجام بدید. اگر دوست داشتید همین الان انجام بدید. دیگه چیز خاصی نداره. اگر نمیتونستید تسکاش انجام بدید، نیاز به ادلیست بود، من ادلیستشو داخل کانال تلگرام که آیدی کانال تلگرام داخل همین ویدیو میاد میذارم، میتونید از اونجا ادلیست رو اضافه کنید و تسکاشو انجام بدید. دیگه چیز خاصی نداره. گفتم هر خبری هر اطلاعاتی باشه داخل کانال تلگرام میذارم. دیگه همین بود. ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید و اگر دوست داشتید کانال منو یا کانال خودتون رو سابسکرایب کنید.